ببین کجا کار خوب کردی که این ویدیو اومد تو اکسپلورت. این پیام خداوند برای تو. فرزندم، ای عزیزترینم، در گذشته خیلی دعا کردی و گاهی هم اشک از چشمت جاری شد. نگران نباش، من صداتو شنیدم و اشکاتو دیدم. معجزه‌ای در حال نزدیک شدنه. قوی بمون و با شکوه ادامه بده. من همیشه با تو هستم. یک نفس عمیق بکش و به این فکر کن: اگه همه چیز درست بشه، زندگیت و خودت چطور به نظر میرسید؟ حالا لبخند بزن، چون واقعاً همینطور خواهد شد. اگه الان توی مکان یا زمان درستی نیستی، اگه ناراحتی، مضطربی یا ترسیدی، چشماتو ببند و به صدای من گوش بده. برای تو راه تازه‌ای میسازم. آرام باش و بدون من خدا هستم. یه روز همه چیز برات معنا پیدا میکنه و حکمت همه اتفاقات رو میفهمی. تو هیچ وقت متوجه نخواهی شد که از چه چیزهایی و چه آدمهایی محافظتت کردم. چه بلاهایی رو بدون اینکه بفهمی از تو و عزیزانت دور کردم. چون تو همیشه تحت حمایت من بودی. ایمان و اعتمادت رو به نقشه های من از دست نده. در زمانبندی بی‌نقص خودم همه چیز رو برای تو درست میکنم. برکت‌های بی‌پایان در راهه. فقط به من اعتماد کن. پیغام خدا رو برای 3 نفر از عزیزانت بفرست و با احساس عالی بگو: خدایا شکرت.